همه در اینجا اومدین ملادیس بقپین کارگیراتون برا بقپ ای خودی وحدت کی بوده که فاروق اکای فاروق جان یه تانکسی کردیم دیگ مایده ها حاجی جان تا دیگه خطی ای نورک ایوب اکای ایوب جان گوشت نمیتوام اینو نصرف میکنه و اردون تر بگاتا ای هیلورا سیرورا پوش کرده نه قبول حساب کردم مچتو حساب مچتو دو دیگ مونده دو دیگ مونده گم اونجا الله اکبر انا پویش میکنم سلامت باشین امروز باید ما دربار مردم سرخاب باشیم ای انا ماشاءالله زیاد دوست شما نه چوکا جان میگم لایک دریغ نداره لایک خاطر همین فراموش نکنید فراموش نکنید لایک بدید سلام و درود بر شما. در خانه هر یک اهل مسلمان قرآن وجود دارد، اما بسیاری از ما خواندن نمیتوانیم به خاطر اونه که با زبان عربی است. حالا باشد راه حل این معما را برای شما بیان میکنیم. کلام الله و ترجمه. کلام الله و ترجمه اولین بار در سال 2009 در جشن بزرگداشت امام اعظم رحمت الله علیه در وطن عزیز چاپ شده است. این کتاب را تمام اهل عائله خوانده میتوانند. در 3 شکل نوشته شده است. بیا با هم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم گفته میکشویم مثلا سوره عصر والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر قسم به زمانه که همانا آدمی در زیان است. انا همین گونه 3 و نام یعنی 3 بر 1 برای تمام اهل عائله. کلام الله و ترجمه. السلام علیکم دوستان و هواداران سونای رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت و خانواده هستین. خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد. امروز ما حضور داریم در ناحیه فرخار دهه سرخاب. سیوم روزی که ما آش دوخته هستیم با مردمی که از دیگر منطقه ها میان یاردن میکنن، مردمی که در همینجا نیاز به دستگیری ما و شما دارن. امروز خیر از جانب برادرای نورک وحدت این چونین مردم ناحیه فرخار علل خصوص دهه علاودین برادرای خیرخواه ای علاودین باشه اکای صبحدین برادر عزیز الله خیرش قبول کنه ای خودی وحدت کی بوده که فاروق اکای فاروق جان مردم وحدت هزار احمد یک کس هم باشه ما نام عمر را میگیریم ای نورک ایوب اکای ایوب جان اینمی برادرها خیر کرده اگر خداوند خیرشون به درگاهشون قبول گردونن. امروز ما سبب شدیم نه اکای مملی اکامشون همه در اینجا نه حاجی پدر نه اکو خدمتن سبب شدیم که یک کاری نکنیم برادران عزیز. به همین خاطر همه کسا نوارا دستگیری میکنیم یک موتیواسیون میشه تا دیگران بینن بیان به مردم کمک کنن. میریم راست نوارا تماشا کنیم در حقمون دعاگو باشین. رفتیم. خداوند خیر این بچه‌ها را به درگاهش قبول کنه در نامه اعمالشون نوشته بگردونه. آمین. الله اکبر. حاجی جان این جوره روغن ریختم. ماشاءالله. امروز حاجی جان چند کیلو را میکنین؟ 25 کیلو. 25 کیلو را ماشاءالله. امروز هم آش زکرزنوی در راسته سرخاب فقط بخرین در حقمون دعاگو باشین. 10 لیتر میدوزیش 10 لیتر روغن. ای انا اینا برادران عزیز امروز ما خوشحالیم که برادرای وحدت برادرای نورک دربار مردم فرخوران ما همین توجیک انشالله که در خانه یکگر باید دستگیری کنیم. انا خیر کارهای خیر ده همه کسا باید سرجم باشیم. دولت شنایده زیاد کنه خداوند در پشت خانه خودش نگهشون داره. آمین آمین. خیلی آدم با دل گرده در کار کی خیر خیرو رکنه. بسم الله. انا برادرها این آدمایی که در همجا خدمت میکنن ولی زفتر نکرده اومدگی خیلی پور هر کس نداره. الله برکتش دیا. گوشت نمیتوام اینو نصرف میکنه و اردون تر بگاتا. برادران پیاده سرخ کردیم حاضر گوشت تیارن. اینا جایی که دیروز دیگ موندگی بودیم همون جای این الله دی همشتگی جنا ان شاء الله حاجی گوشت را پرتفته سینه ماشاءالله.
اینا برادرها 15 کیلو گوشت 25 کیلو برنج 40 کیلو سبزی ها حاجی ها 50 کیلو سبزی خیلی نخت با روغن صغیر عجایبات کردگی امروز برادرها کم ترایجیت دیگ تادگی تنقیسی کردیم دیگ میده ها حاجی جان تادگی خطی لیک امید دارم که آش بهترین میشود اینا برادران عزیز یک از در همون اون که رفته سایبولو رحمان الرحیم اینا گوشت لکه سرخ شدگی گفتم که امروز 50 کیلو سبزی را میدوزم دو قبچه سبزی یا قبچه دیگه اینا اینجا دا اینا آوردم الحمدلله اینا دیم وای شداخته کی آوردک دوغا اینا الله برکت شده خونه امروز اینجا یازنه خونه بابای ایشون چیه کدام خونه بابای ایشون داریم خونه بابای ایشون حبیب الله داریم خدمتی همین برادر ما در همینجا جمع شدگی الحمدلله خدا برکت شده اینا دوغ آورده با اینا دوغی تازه دوغی نوکه شدگی اینا اینا چه خیلی که گفتیم نگاه کنین علاکه دیگ مودا میده کردیسه اینا با یک کارسون دیگه در اونجا سبزی موندگی حاجی خی حاجی زورای جوش میکنه اینا مردم نگاه که همه در خدمت امروز با سروزیر میاد کتشتی های صبح تادگی میده بودن گردوش شد کردیسیم که حاجی یا پرش خطیسه یا پرش نه ها این خیلی علو بارش ختیمه برویا ها اینا ای هیلورا سیرورا فوش کرده نخته بی 2 کیلو نخته ها حاجی 2 کیلو نخته نه الله برکت شده اکمم خدمت کیسه در دوره هوی کرده برنج تر کردنش 25 کیلو ها حاجی جان این برنج چیه؟ لازیره این برنج لازیره دوستان عزیز امروز هم ای جماعت ظفر دهه نوباد پایان به نام ماتروس اینا نگاه کنین یک دیگه کلون دیگر موندگی که باز میپرسیم چند کیلو برنج امروز آش میکنم با مردمی دهه سرخوب اینجا در متصدی کی باشه بیا اکاکو سلام علیکم خوبی نکته اینجا این دیگه از کجا موندگی ای دهه نوباد پایان جماعت ظفر با نام یعنی ماتروس بسیار میشناسن الله خیرش نقبول گردن مچتو دیگ مونده دو دیگ موندگی اونجا امروز اون دو دیگ این امروز دو دیگ موندگی اون اونجا دیگ مونده این دیگ مون حاجی شام میته مشاینا حاجی جان دارم جا ان شاء الله یک دعای خیر میته الله اکبر سلامت باشین دوستان عزیز دعاگو باشین که چونی نفرها خیر میکنن ان شاء الله امروز باید ما دربار مردم سرخاب باشیم دستگیری کنیم وطن خودمون ان شاء الله که الله برکتش به هر یک ما نصیب میگردونه برادران عزیز الحمدلله اینا اکه پور چند کیلو حاجی جدا 20 کیلو ها بود دیگری چی 10 تا اینا 30 کیلو اینومی مسجدای جماعت ظفر دهه نوباد پایان با نام ماتروس ان شاء الله که الله خیرش قبول کنه در حقشون دعاگو باشین اینا رئیس هم در اینجا همه برادر در اینجا خدمت دارن برای نجوشیده سای مویز سیاه شای نمیپرتیم پاداشته برای خوب و بهتر شدن است امروز اینا ای بچهای جماعت ظفر هم خیر کردگی بودن ان شاء الله دادیم اینا با برادر عزیزمون از علاءالدین الله خیرش و درگاهش قبول گردونه دوستان عزیز فقط این برای شخصایی هستن که پولدار اون نفری را نمیگن که در کیسهش پول داره پولدار همون شخصی را میگن که نه خیر کارای خیر دست هم خشم میگذارن ان شاء الله آب شار ریختیم برای
یگون بار دیگه هم ریخته بشه جون ها دوران عزیز حسابی دیگ مایده بودنش این خب پدلیف هم میگیریم حاجی جان خیلی چیکار کنیم اینجا در شرایطی نیست که دیگی کلون نیفتیم بینه که دیگی کلون بود اسپید کردیم میگیریم روی تیار بعد بعدا در باف کش میکنیم اون دم دوزیده جان اینا با دوای نک برنج هم میدوزه خداوند خیرای برادرها رو قبول گردونه در آب رضای خدا در حق گذشتگی ها خیرشون به درگاهش قبول کنم. بله گو با دیگه برادرها قوتی هم که چون خیرا را کردن گیرن ها اینا ماشاءالله نیمی زیربک ما در طبق گرفتیم حسابی باز میگیم که دیگ مایده بودن الحمدلله نه سه تا طبق در طبقای کلانی خمیر کنیده برنج با مقدار 25 کیلو ها با 25 کیلو برنج اینا در همین دیگ میدوزیم برادرها اینا حاجی جان اینا دو تا دیگه درجه تیار دیگه مو فرش دیگه برنج اینا نگاه کنم دیگه انشاءالله حاجی جان جو واجوش میکنم ای ها زینا برادرها اومدگن زکسی اوشی حاجی را کردین که ما همجا بخریم ای دیگه جونه ها الحمدلله اوش قریب که تیار شدن حاجی جان ماشاءالله اونا پدلیفی که موندگی را نوای بلوش میریزیم حاجی کم ترشا برادرها اینا در حق پاور دعا کنین این قدر پدلیف و حساب دیگ مایده بودن دیگر ایلاج نیست یگون کسامی نزدیکی ده باشه بیا ها نه ماشاءالله اینا این خیلیش الحمدلله دیگه در یگان جو دیدگی نیستیم آدم ها هم از حاضر ایتم هونه این رو دو جای بلو مونده سر پروردگار خیکننگار خیرشون به درگاه قبول کنید زشگیشون طریق رحمت لیفه جانت با کمولی رو سلامت گردن یا الله یا رحمان یا رحیم رحمت الله اکبر انا خویش میکنم سلامت باشین آمین آمین مادر جان آمین آمین هزار رحمت اینا بارداران عزیز اینا یا ماشاءالله بوش عجایباتی باد امروز هم الحمدلله همه در همین جاینا جمع شدگی اکه نسیم جون هم اومدین یا خدمت کردن اینا جیان چوی ما هم اومدگی اینا حاجی جان بیا الله برکتون تیا خرسان میشیم که مینم اینجا خرسان میشیم اینا بارداران عزیز الحمدلله حاجی جان کجا 11 نفر انشالله که همدان میرسن همدان انشالله الله برکت چون تینا بارداران همه در همجا گوشمون سلامون دیرشون بچهای گوش کن اینا الحمدلله این برای بچه‌ها کجا بود اکای مالی جماعت فرخور ماچتی انا ماشاءالله ای خطرک بیسته ای طرف بیا اینا اینه مادر جون اومدگن الله برکت چون تیا آمین زیاد دوست شما هزار رحمت مادر جان اونجا بریم گوشت سلات چون مونه همه در اینجا اومدین ملادیس بقبین کارگیراتون برا بقب برا ای مادر بوده کم 20 نفر خونه جا کردیشن ای همون اوزدگیان وزمین دایرو کردگیو مایل اکا جان الله برکتون تیا خوب ای چند کسای خوارم چند یک خانواده این تمام ماشاءالله اینی حاجی
همون بردارش بچه‌های فرهنگ اومدگن یاردام ماشاءالله دارانی عزیز همه خواهرچه‌ام اومدگن خدمت اینا همه در همینجا بیا اکا بیا دن ها لایکا تمام اکا دانم جانم بخی مرا میفره همه باردارا ببینن کیف کنن که مثال مردم اومده گرفته سر تمام قبول اکا بیا یازنا سوزی چند کسی یازنا 6 نفر شی کدومی وارداریم حوزی امجد میشنن بخرن الحمدلله بسای هو ای همه در دوره خوب که همه کودکی در چی خیلی انا امجد بشینین همه کسا بشینین ای ماشاءالله اینا بشینین اینا نگاه کنه چه خیلی زیبای بهترین دوره همراه کودک لوبردارا نگاه کنین اوش چند قدر شما انشالله که مردم خوب اومده گرفته رفته سن بیا اسماعیل الله برکت چون تیار انشالله بخرن در حقمون دعاگو باشن ایش دام ایش دیگر جایا مالا شید تمام وقتی اکا دیگر بهترین اوقت تمام اکا برا جا گوشت شب دو زکا اکا اسماعیل جو ایجا بر گوشت شب بمونه قطعی چیش سلاتش بار کتلک بگی دو دارم بگی دوستان عزیز الله خیراتون رو به درگاهش قبول گردونه حضور رحمت کنون یک بار دیگه میندارید من شخصا با مردم علاودین مردم وحدت مردم نوره که همین خیر کردن مردم تاجیکستان که ما را دستگیری میکنن با همین خاطر ای همه در زمین توسمون نداریم امروز هم که همراه حاجی 25 کیلو را دوختیم الحمدلله مردم ما گرفتن خیلی خرسان شدیم که امروز هم خیر ما را خداوند ان شاء الله به درگاهش قبول میگردونه خیر دوستان عزیز کسی که در پخش مستقیمین خاطر دودرتون یا لایک کامنت را دریغ ندارین امین نورا با دوستو بالا خب پدلی سکنه چوک حاجی جان میگم لایک دریغ نداره لایک خاطر همین روش نکنیم لایک بدید الله نگهبان تو